کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده تصمیم گرفت که دایره وسیع جوانان را از شرایط‌های خدمتی سربازان و افسران قسم‌های حربی شهر ترسونزاده آشنا بسازد. این تصمیم در یکجایی با بخش کار با جوانان، ورزش و سیاحی شهر عملی گردید. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نخست از قسم حربی 0104 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دیدن کردند. جوانان از شرایط جای خوابی سربازان، آشخانه، حمام و نقطه طبی آشنایی پیدا کرده شاهد شدند که واقعا هم در شرایط فعلی وضعیت خدمت در صف ارتش قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بهتر شده برای سربازان کل شرایط ضروری مهیا است. باید گفت که ضمن بازدید از شرایط بود و باش سربازان و افسران، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده مویستان عزیز و با اظهار باوری ابراز داشت که جوانان ما نسبت به حمایت مرز وطن خود صداقت صمیمی دارند. با باوری میتوان گفت که امروز صف جوانان اختیاری به صف خدمت حربی بیشتر شده است. این روند از آن شهادت میدهد که شرایط قسم‌های نظامی خیلی بهتر گردیده است. صرف نظر از همان مشکلات و ممانعت‌ها دولت تازه بنیاد ما به تشکیل ساختاری که برای محافظت دولت نوبنیاد تاجیکان اهمیت واقعا تاریخی داشت، یعنی تأسیس دادن قوه‌های مسلح تاجیکستان و به وجود آوردن زمینه سیاسی و حقوقی ساختار حربی مملکت موفق شد. هنگام تشکل دادن ساختار حربی خود ما به دستاوردهای نوترین کشورهای پیشرفته تکیه نموده، همچنین از عنعنه‌های دولتداری ملت وطندوست، آزادی پرور و کهن بنیاد خود نیز بهره‌ور گردیدیم. کشوری جان تاجیکستان زنده باد. خلق والا نامداران تاجیکستان زنده باد. همچو مادر مهربان و غمگسار، جان و جانان بهتر از جان. تاجیکستان زنده باد. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده از شرایط قسم حربی 6592 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز دیدن کردند. اینجا نیز جوانان با شرایط خدمت سربازان و افسران شجاع وطن آشنا گشته بار دیگر نسبت به حفظ و حمایت وطن احساس دلگرمی پیدا نمودند. اقدام نیکی نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر ترسونزاده را میتوان در رشد تربیت اخلاقی جوانان، اینچنین بیدار نمودن حس وطن دوستی آنها نسبت داد.